حالا رسیده است، عرض میکنم که به دراویش و بهاییان، این فرقه ضاله بهاییه و بابیه در کشور ایران زمین، در کشور کوروش کبیر، اینجا بچه های بهایی مدرسه نروند، کتک بزنید. این معلمای بی شرافت شنیدم توی این مدارس بچه های بهایی رو میارن بیرون، توف میندازن و نمیدونم لعن میکنن و آبرو میبرن و بچه رو خراب میکنن جلو هم کلاسیاش و هم سن و سالاش، محض این که عرض کنم که سیاست های آخوند رو پیش ببرن. حالا چرا خدمتتون عرض میکنم؟ چون این داستان بابیگری و باهیگری تعطیل کردن آخوند رو، آخوند 12 امامی رو اعلام کرد. آقا زمان عرض کنم محمد شاه، از بس این ملت منتظر امام زمان شدن خبری نشد، زدن عرض کنم به این راه. نمیدونم میدونی هموطن یا نه، قرنها اینها اسب زین میکردن در کاشان و قم و در سبزوار، اینا مراکز اصلیش بوده. میامدن دم در شهر، دروازه شهر و اسب چیز زینه رو که طلب. چیکار میکنی؟ آقا منتظر امام زمانی، ما که از ظلم مردیم، پس که امام زمان ظهور میکنه؟ هیچ ظهور نکرد. مغول ها آمدن تمام ایران رو کشتن و خراب کردن، ظهور نکرد. تیموری ها آمدن کشت و کشتارها و جنگ های داخلی اینها خبر نشد، تا رسید به اسفل السافلین. عرض کنم که خسته شدن از این داستان. یه شیخ احمد احصایی پیدا شد، اهل الاحصا، می آمد یک تئوری آورد که این معاد روز قیامت چیز مزخرفی است، برای که یقشم نگیرن. گفت اون آدم وقتی میمیرد تبدیل میشد به قلیا. هیچ موقع توضیح نشد، نداد که این قلیا چیه، حور قلیایی. ما نفهمیدیم حور چی قلیاییه. یه مهملی واف گذاشت اونجا که یقش نگیرن و عرض میشود که موضوع عدالت هم حذف کرد و امامت رو برکشید و عرض میشود که مرد بزرگی بود این شیخ احمد، مرد عالمی بود، در کار آخوندی کاملا وارد بود و اینها. در زمان فتح علی شاه اما یک سفری هم به ایران کرد و رفت عرض کنم که مشهد قبر این بابارم زیارت بکنه و اینها، و با اکراه او با عرض می شود که شاه ایران ملاقات فتح علی شاه و شاگردان او پراکنده شدن در اطراف اکناب، به جمله گداخانه کربلا. این گداخانه کربلا و گداخانه موصل و اینها که محل این قبرها و اینهاست، شما نمیدونید چه جایی بود. حالا تشریف میبرید اونجا، میبینید ترتمیز، خیال میکنید از برکت ائمه تمیزه. اینا پر شپش بود و وبا بود و طاعون بود و صبح تا شب علاقا میمدن، 2 تا جسد سوار اینا بود، یه مرده کهنه این بر، یک مرده کهنه اون طرف. از کنم توی این تابوت ها میمدن که اینا در جوار مرقد مقدس بخواب کنن که روز قیامت اینا با اونا محشور بشن. اینا که یه جا برای قبر هم نبود، روی هم اینا چال میکردن اونجا. بوی گند و کثافت و شپش و مگس و اینها، گاهی اوقات هم وبای هم میمد بر اثر همین کثافتکاری ها، گروه ها رو میکشت و اینها، و این برکاتش اینها از کنم که شامل حال همه بود. اینا کلاس های آخوندگری رو اونجا میذاشتن. قبل از اینکه در قم این داستان عرض کنم که مفاسد به وجود بیاد و این بنگاه های نشر اکاذیب و دروغ و ریا و تزویر و عرض کنم این مسخره بازی هایی که ملازم فرمایید، این کربلا و نجف محل علمای اعلا و آیات عظام بوده است. اینها جمع میشن اونجا مزخرف میگفتن، یک عمر مزخرف گفتن. یک معنی که حرفاشون پیدا کنید تا ما بگیم مزخرف نگفتن. یه معنی، یک عبارت که معنی داشته باشه شما در این نوشته های این آیات عظام پیدا بکنید تا بفهمید که این معنی داره. شاگردان این شیخ پراکنده شدن. یکی از اینها عرض می شود که اسد کاظم رشتی، اینا مردمان روشنفکر جامعه بودن، به این در زده بودن. این شروع کرد تلقین کردن که آقا امام زمان پیدا شده، شما باید پیداش کنی، ممکن همین دور و بر باشه، شما باید بگردین پیداش کنین. خلاصه این امام زمان رو یه 3-4 نفری پا شدن و عرض کردن در مسجد کوفه بود، نمیدونم کجا بود، نشستن یه 40 روزی این طرف اون طرف نگاه کردن دیگه نیست، افتادن راه افتادن به طرف جنوب ایران و بوشهر، برخوردن به سید علی محمد باب. از اینجا داستان آغاز شده است. گفت آقا دنبال چه میگردی؟ گفت امام زمان. گفت به خودش داری نگاه میکنی پدر جان. و این داستان بابیگری عرض کنم از اونجا آغاز شد. عده‌ای از روشنفکران عمده ایران اینا بابی شدن. یعنی میخوام خدمتتون میگم که بابی ها نقش داشتن در این تجددی که به ایران آمده. اینها نقش داشتن.
یه آدم بزرگی مثل دولت آبادی یا ابوالفضائل گلپایگانی اینا رفتن برای خلاص شدن از این نکبت شیعه‌گری و این خرافات و اینها، و عرض کنم که رفتن سراغ این داستان و قصهش خیلی بلنده. اینجا وقت نیست من خدمتتون توضیح بدم. از بوشهر به شیراز و از شیراز و عرض کنم که به شمال ایران، آذربایجان و اون داستان ناصرالدین شاه و غیره و ذالک و اینها. اما یک نفس تازه بود، این بابیگری یک چیز تازه بود. مردم خسته شده بودن آقا از این داستان. آوردن این بابا را محاکمه کردن و عرض می شود که آقای نظام العلماء در حضور ناصرالدین شاه و میرزا خان و اینها چیز کردن، به امر میرزا خان و کشتن و اینها. با هر شود که این داستان اما پراکنده شد. یک دلاوری این بابی‌ها نشان دادن در همین شمال ایران، از بدش که باز آمدن در مازندران اینها، عرض کنم که باور نکردنی. بعد کشتن البته در روزگار میرزا خان، شورش اینا به عنوان شورشیان اینا چیز شدن و کشتن اینها، اما عقیده پراکنده شده بود. بعد دو تن دیگر از این زمینه ظهور کردن، میرزا یحیی صبح ازل و بهاءالله. این بهاءالله بسیار داناتر و جهان بینتر از باب بود. باب بسیار تنگ نظر بود به نظر. عملی رفتن ناصرالدین شاه رو بکشن، بدبختای بیچاره. داستانی شد، یعنی طوری که این گزارش کردن و اسنادش هست و اینها، شلیک کردن حتی به این بازوی ناصرالدین شاه هیچ خراشی نشده، می‌خواسته به شکار ادامه بده که برگردن، شروع کردن کشتن بابی‌ها. بیا تماشا کن چه کردن اینها. و ماجراش مفصله که چگونه این دو برادر که عرض کنم یه میرزا صبح ازل و عرض کنم که حسین علی بهاءالله اینها رو تبعید کردن به کشور عراق امروزین و از اونجا دوباره به ترک عثمانی، از اونجا یکی رو فرستادن به عرض شود که قبرس، دیگری رو فرستادن به عکا و اینها، و ماجرا بالا گرفت و تعداد زیادی از هموطنان ما باهایی شدن. که حالا این داستان تاریخی و تضادهاش هم به جای خود بماند، اما چون یک پدیده نو بود گیرایی داشت. حرکت جهان و حرکت سیاست جهان امروز به سوی آزادی است، به سوی استبداد دیگر نیست. این دوستداران استبداد باید این رو بفهمند، خواب ببینن دیگر استبداد از نوع گذشته یا امروز ایران تمام شده. این داستان ها در این تعلیمات بهاءالله شما نگاه بکنید که عرض می شود که موضوع زنان هست و عرض کنن که موضوع آزادی و غیره و ذالک و حذف آخوند مهمترین این کار این مرد بوده. آخوند وجود ندارد آقا، در این داستان بهایی آخوند وجود ندارد. و بعد یک فرزند دانشمندی هم داشت عرض شود ایشون که تعلیماتی دارد، کتاب‌ها دارد اینها، که این از قضیه سخن ما بیرون هست اینها. نتیجه اون که امروز در کشور ایران میگویند 300,000 نفر از هموطنان بهایی ما هستند و آخوندها مثل عرض شود که سیستم نازی که اینا آمدن و یهودی ها رو اینها کنترل کرده بودن، آدرس هاشون رو داشتن کی چه میکند و کجاست و اینها، و بهایی ها هم تن نمیزنن از این که ما بهایی هستیم. میگویند بهاءالله گفته است از خدا بترس از ملا مترس، و این نفی بهاییت رو نوعی توهین میدانند به خون کسانی که کشته شدند، چه در این روزگار انقلاب، چه مایه یهودیان در بهاییان در همدان کشتن، در تبریز کشتن، جاهای دیگر و اینها. بنابراین نفی نمی‌کنند. به بهایی بگوی بهایی هستی میگوید هستن. و عرض کنم که منع تعلیم و تربیت کردن از بهاییان و شعارها می نویسن به دیوارها و غیره و ذالک، و این مایه ننگ کل جامعه ایرانی است و مردم ما چنین نیستن. در واقع من با چند نفر از بهاییان صحبت کردم اینا که از تبریز آمده بودند، از شیراز آمدن، جای دیگر، که مردم بسیار مهربان و خوب هستن. این متعصبین دولتی هستن این کارها رو انجام میدن. امروز هم گرفتن نمیدونم چند نفر ملاعین را که هر شود که اینها رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل و هر کسی هم بخوان خراب بکنن. این سیاست این دولت ضد اسرائیلی، ضد یهود و ضد آمریکایی است.
این آمریکایی ها بسیار خام هستند، گمان میکنند که میشود با اینها رابطه عادی داشت. اساسا هستی اینها در گرو این شعار هاست. اینا رو کنار بگذارن دیگر چه چیزی دارن؟ دشمن از کجا پیدا کنن؟ بگن افغانستان. این سیستم های عرض کنم استبدادی حتما یک دشمنی لازم دارن. در روزگار قدیم هم داشتن. در روزگار قدیم هم میگفتن این روس ها، این کمونیست ها میخوان اینجا رو ایرانستان بکنن و اینها بگیرید بکشید و این حرفا. امروز هم اسرائیل است دشمن، اسرائیل است و امریکا